هستم. امیدوارم که حال احوالتون عالی باشه، همیشه شاد و خوش و سرزنده باشین. ما امشب میخوایم سوسیس تخم مرغ درست کنیم. امشب شام درست نکردم، برای نهار قرمه سبزی درست کرده بودم. گفتم که برای شام سوسیس تخم مرغ درست کنم. گفتم که برای شما هم یه بلایی بگیرم. بچه‌م خیلی دوست دارن سوسیس تخم مرغ. سامیا جان سلام بده به دوستای من. سلام دوستای من. بفوی کنیم. ایلین جان هم سلام بده. سلام به دوستای مامانم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این فیلم تا آخر ببینیم. بریم که با هم دیگه این بلاگ خوشمزه رو بگیریم. اول پوست سوسیسا رو میکنم، بعد به حلقه های باریک یه جوری خورد میکنم که نه بزرگ باشه نه کوچیک باشه. خب ما سوسیسا رو حلقه‌ای خورد کردیم. بریم که مایتابه رو بذاریم داغ بشه. خب سوسیسا رو الان پشت رو میکنیم. اون بعدشون سرخ شده، میذاریم که این روشون هم سرخ بشه. حالا توی این فاصله میریم تخم مرغ رو درست کنم. با یه چنگال تخم مرغ رو هم میزنیم. یکم بهش نمک اضافه میکنیم، یکم هم فلفل سیاه. دوباره هم میزنیم. خب تخم مرغ رو اینطوری میریزیم. من زیرشو کم کردم، درشم میبندم که حسابی روی تخم مرغا بپزه. چون این در مایتابه واسه این مایتابم نبود، یه ذره کوچیکه. خب سوسیس تخم مرغ من آماده است. یکم جعفری تو فریزر داشتم چون امروز تعطیلات بود، سبزی فروش نیومده بود. منم یه ذره سبزی فریزر ریختم. مسواک چی؟ به کدوم بابا مسواک به کدوم؟